عبدالخیام احمدجان خواننده صنف هفتم مکتب گنج صهیونیانه امریکا میباشم. من در تابستان به امریکا آمدم. این اولین درون ما میباشد که ما در امریکا ساختیم. این حالا تنها در زمین راه میگردد. البته ما در آینده آن را میسازیم که فقط پرواز میکند و در آب شنا میکند. نام این درون ما پروتوتیپ هاوری مارس میباشد. در آینده آنش را میسازیم که پرواز میکند به هوا. در تاجیکستان در کجا خواندید شما؟ ما در تاجیکستان در گیمنازیای کفالت خواندیم. خفا نمیرود درون شما؟ شما این درون را با واسطه چی های میکنید؟ ما این درون را با واسطه اپلیکیشن تلفن میرونیم. اپلیکیشن تلفن را کی ساخت؟ تقوی من.